سرخط مهمترین خبرها. آخرین خبرها از تحولات اوکراین، واکنش‌ها به عملکرد پوتین و تحریم‌های غرب علیه روسیه. یکباره پس شدن قرب روبل روسیه در تاجیکستان و انتقاد امام علی رحمان از کار مقامات در ولایت ختلان. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 25 فوریه است. بنا به آخرین خبرها، نیروهای روسیه به سمت کیف در حرکتند، ولی پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است کشور و مردمش هراسه ندارند، قویان و به همه چی آماده‌اند. همزمان حکومت اوکراین از هلاکت زیاده از 130 نفر اساساً نظامیانش در روز اول جنگ خبر داده است. نیروهای روسیه نیروگاه اتمی چرنوبیل را اشغال کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید وظیفه‌های گذاشته شده روز اول را پر انجام داده است. هزاران نفر در شهرهای روسیه ضد جنگ راهپیمایی کردند. بنا به خبرها زیاده از 1700 نفر بازداشت شدند. در مسکو هنگام بازتاب چنین تظاهرات 3 کارمند بخش روسیه رادیوی آزادی نیز به حبس گرفته شدند. ده‌ها هزار نفر از ساکنان کیف شب گذشته را در مترو و پناهگاه ضد حمله هوایی سحر کردند. در نظر است که بگاه امروز 25 فوریه نشست فوری ناتو در رابطه با وضع اوکراین برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صبح 24 فوریه فرمان حمله به اوکراین را صادر کرد. این عملکرد پوتین واکنش‌های جهانی را به میان آورد و آنها ضد کرمل تحریم‌های سخت جاری کردند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت تحریم‌های نو 70% بخش بانکی روسیه را فرا می‌گیرد. اینچنین فروش هواپیمای مسافربر به روسیه منع شده است. وضعیت در اوکراین در برابر دیگر شهروندان مهاجران تاجیک را هم نگران کرده است. چند از مهاجران تاجیک وضعیت در اوکراین را چنین شرح دادند. سلام علیکم برادران، ما در اوکراین در شهر کیو قرار دارم. وضعیت ایدین بگاه خیلی نورمای. ساعت 12:00 شب военное положение اعلان کردن. ساعت 20 کم 4 ساعت بود. والله اعلم اگر خطا نکنیم тревога додан нападение Россия до Украина. уже ساعت 4-5 ساعت دیده میشید пробка کیو برآمدن به دیگه област‌ها رفتن. очередь до заправкаҳо, очередь до банкоматҳо, очередь до магазинҳо. крупни торговлю центро кор накардесиян, мактаб садико университетҳо ҳама маҳкамай. метро полный бесун кардагиян, ҳуй мондагиян, што безопасни ягон случай чиво зриф да мардум битона ки бидроя ҷо шава. зриф буд соати 6 саат тарафи тарасовки силода овози зриф биромад. ягон 1 соат пеш тарафи троешина да овози зриф биромад. ина ҳоли киев худаш пустой. украина торговли центр недалеко от хрещатик, ягон 3 километр. сирк против сирк, киев центр. ضمناً رادیوی آزادی از همه آن شهروندان تاجیکستان در اوکراین که این نوارها را برای ما فرستادند اظهار سپاس و تشکر می‌کند. در پی حمله روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم‌ها علیه مسکو، قرب روبل روسیه یکباره پایین آمد. از جمله اگر صبح 25 فوریه قرب 1000 روبل در تاجیکستان به 141 سومانی برابر بود، پس بگاه این روز تا 120 سومانی پایین آمد. بینندگان عزیز، شما درباره قرب روبل زیاد میپرسید. صبح امروز خبرنگاران رادیوی آزادی از 4 بانک کلان کشور دیدن کردند و در همه آنها قرب 1000 روبل به 133 سومانی برابر بود. ساکنان در تاجیکستان پایین و بالاروی قرب روبل روسی را جدی میگیرند. بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند و بخش اعظمی آنها حق کار خود را با روبل روسی به کشور میفرستند. مسئولین آژانس مبارزه با فساد در ولایت سوغد میگویند در سال 2021 تنها 1 نفر را با گمان قلابی بازداشت کردند که از مسافران هنگام گذشتن آنها از مرز رشوه خواسته است. این در حالی است که سال گذشته به علت بسته بودن مرزها ضمن احتیاط از بیماری همگیر نظارت در گذرگاه‌ها سخت بود و چندین مسافر به رادیوی آزادی از پلستانی در مرز شکایت کردند.
در پی نشر گزارش‌های چندین سرحدبان در گذرگاه فاتح آباد هممرز با ازبکستان از مقام‌هایشان سبکدوش گردیده بودند. حالا همگی از یک حالت خبر داده می شود. چرا؟ در گزارش فرزان محمدی می‌بینیم. کارمندان رئاستی آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت سال گذشته تنها یک نفر را با گمان رشوه‌ستانی در مرز بازداشت کردند. در این باره شرف عوضزاده از سردار این نهاد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران آخر هفته گذشته اطلاع داد. به گفته او نسبت یک زن که خود را به مسافران چپته فروش معرفی کرده وعده بی‌ممانعت گذراندن از مرز را می‌داده است با عیب قلابی بازداشت نمودند. Умидовна дар асоси шаҳрнома ҳамчун субъекти ки пешниҳод намудани чиптаи ҳавопаймо фаъолият намуданд моҳи августи соли 2021 аз шаҳрвандон Ашурматов ва Ботаев бо баҳонаи тавассути кормандони раёсати хушрӯҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз гузаргоҳи сарҳадии Фотиҳободи ҷумҳурии Тоҷикистон Фотиҳобод ҷумҳурии Ӯзбекистон бенавбат гузаронидан 3500 сомонӣ тасарруф кардааст. Нисбати ин кас мо парвандаи ҷиноятӣ به گفته مسئولان این نهاد هرچند طبق عریضه دعواگی شهروندان تفتیشات اعمال منورجان باباجان و ادامه داشت ولی بنا بر قانون عفو او از جوابگری آزاد گردید. سال گذشته وابسته به این نوع قانون شکنی یگان کارمند رئاستی سرحدبانی در منطقه سوخت بازداشت و زندانی نگردیده است. این در حالی است که سال 2021 تا به پورگی گشوده شدن مرزها چندین نفر توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره حق‌ستانی در گذرگاه فاتح آباد یعنی آیبکی بین تاجیکستان و ازبکستان شکایت کرده بودند. چندی از کاربران به رادیو آزادی گفته بودند که هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است ولی در سرحد تاجیکستان بند میمانند. این مشکل خاصی تنها گذرگاه فاتح آباد نبوده بلکه در دیگر گذرگاه‌ها از جمله سرازم جرتپه نیز مسافران حالت‌های رشوه‌ستانی را مشاهده کردند. مسئولان گذرگاه در این باره هیچ واکنش نکردند. میان تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی هست. بنابر بلند بودن نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان اکثر مهاجران ماه‌های اخیر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده می‌برند. رئیس جمهور امام علی رحمان روز 24 فوریه ضمن سفرش به ولایت ختلان از کار مقامات انتقاد کرده است. از جمله پرزیدنت در برآمدش گفته است سرعت اجرای برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های آن در سال 2021 به طلبات جوابگو نبوده، سطح تطبیق لایحه‌های در آنها پیش بینی شده در قیاس به نقشه‌ها خیلی پس می باشد. امام علی رحمان همچنین از بخش جمع‌آوری انداز در ولایت انتقاد کرده گفته است هرچند سال گذشته نقشه جمع‌آوری انداز اجرا شده است اما صفت اجرای نقشه به طلبات جوابگو نیست. یک همصحبت رادیوی آزادی که در ملاقات امام علی رحمان با فعالان ولایت ختلان شرکت داشته است در صحبت با رادیوی آزادی گفت رئیس جمهور همچنین از کار رئیس ولایت قربان حکیمزاده سخت تنقید کرده است. یک انتقاد تندی امام علی رحمان از بسته شدن کارخانه ها بوده است. به گفته منبع پرزیدنت دستور داده است که پیش راه بسته شوی کارخانه ها گرفته شود. ولایت ختلان از روی شمار اهالی کلانترین ولایت تاجیکستان می باشد. ضمناً امروز پرزیدنت امام علی رحمان در شهر دوشنبه با والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه ملاقات میکند. ماتوینکو روز 24 فوریه با یک سفری از قبل برنامه‌ریزی شده وارد دوشنبه شد. روز گذشته والنتینا ماتوینکو با رستم امام علی رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمانی تاجیکستان ملاقات کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت در صحبت با رادیوی آزادی گفت ملاقات امام علی رحمان و والنتینا ماتوینکو ساعت 11 امروز 25 فوریه برگزار می شود. درباره جزئیات این دیدار دوامی روز به شما اطلاع می دهیم. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 فوریه را فرا می گیرد. 25 فوریه سال 1956 در انجمن 20 حزب مرکزی کمونیست اتحاد شوروی رهبر این کشور نیکیتا خروشچف سخنرانی کرد که در تاریخ با نام گزارش درباره شخص پرستی نام گرفت. در این سخنرانی تاریخی رهبر شوروی یوسف استالین و میراث او را به باد تنقید کشیده که به گفتش باعث رکود در بسیار بخش‌ها گردید. خروشچف را یک مدت رهبری اصلاح طلب مینامیدند چون توانست بسیار قرار و تصمیم‌های دوران استالین را بازنگری کند. با
гузашти 10 солаҳо дар қарни 21 масъалаи шахспарастӣ дар ҷомеаҳои собиқ шӯравӣ аз ҷумла Тоҷикистон дубора матраҳ мешавад. 25 феврали соли 2009 парлумони Тоҷикистон тарҳи қонунеро қабул кард ки бар асоси он хусусигардонии бархи ширкатҳои ба қавли мақомот дорои аҳамияти стратегӣ манъ мешавад. Ба ин феҳрист исми ширкати алюминии Талко, нирӯгоҳҳои Норак-Вароғун ва дигарҳо дохил шуданд. Ин қарор инчунин объектҳои низомӣ ва захираҳои обии кишварро дар бар мегирад. 25 феврали соли 2015 парлумони Тоҷикистон ризоият дод ки дарси ахлоқи ҷинсӣ ба барномаи таълимӣ дар мактабҳо ворид шавад. Намояндагони маҷлис гуфтанд, ҳадаф огоҳ кардани наврасон аз бемориҳои ҷинсӣ ва ҷилавгирӣ аз ҳамлаҳои номатлуб аст. Фаъолон зарурати чунин дарсҳоро барои боло бурдани сатҳи огаҳии шаҳрвандон аз ҳуқуқи худ муҳим шумурданд, чун дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон мавзӯи робитаҳои ҷинсӣ ва суҳбати ошкор дар ин мавзӯъ ҳамонот пӯшидааст. бо вуҷуди иҷозаи қонун дар аксар мактабҳо ин масоил дар чаҳорчӯби дарсҳои тарбиявӣ, маърифати оиладорӣ маҳдуд матраҳ мешавад. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را میتوانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و azadi.mobi پیگیری کنید. تا هفته آینده خدا نگهدارتان.